ما شما در HTML از پیج جور کردن وب خواندیم که چی رقم باید جور کنیم، بعد از پاراگراف چی رقم اد کنیم، هدینگ چی رقم اد کنیم، عکس چی رقم اد کنیم، تیبل چی قسم جور میکنیم، فرم چی رقم جور میکنیم، بعد از باز لینکس خواندیم که لینک چی رقم جور کنیم، فریمز خواندیم که فریم چی قسم جور کنیم و بعد از باز CSS خواندیم، سینا CSS اینترنال اکسترنال و اینلاین CSS و باز در CSS باز دیو خواندیم، پوزیشن خواندیم، فلاتینگ خواندیم، اینی چیزا رو تقریبا کلش خواندیم. باز وقتی که کار میکردیم ما شما از چی استفاده میکردیم؟ از نوتپد استفاده میکردیم که اینجا کد ما خود ما میشنیم. حالا میریم یک چند قدم دیگه هم پیش میریم. سابق ما شما در نوتپد استفاده میکردیم که اینجا کد نوشته میشه. حالا میریم از ادیتور استفاده میکنیم. ادیتور چی معنی؟ که کد برات آسان میکنه، ادیت میکنه. مثلا ما یک جمله رو نوشته میکنیم تایتل، هید. اگر در اسپلینگ مشکل داشته باشه ما خودش برام پورا میکنه. یا مثلا هید خودش نوشته باشه داخلش ما کار میکنم. یعنی کد برای ما بسیار آسان میکنه. از چی استفاده میکنم؟ از ادیتور استفاده میکنم. ادیتورها مختلف هستن، بسیار زیاد هستن. خب ما شما که استفاده میکنیم از ادوب دریم ویور استفاده میکنیم. یک پروگرام است به نام ادوب دریم ویور. ادوب دریم ویور از این پروگرام استفاده میکنیم به خاطر وب دیزاینینگ که بسیار پروگرام خوب هستن. این از کدام کمپانی است؟ از کمپانی ادوب هستن. فوتوشاپ خونمشان شنیدین؟ و هم از کدام کمپانی است؟ از ادوب فوتوشاپ. ای وی یک کمپانی هستن. دیگه از این ما شما استفاده میکنیم. خب اینی رو کلیک میکنی این آواز میشه ادوب دریم ویور CSS. ادوب دریم ویور CSS باش که اینجا براتون دیتیلز شان نوشته. نام کمپانی چی است؟ ادوب. این کمپانی بسیار زیاد پروگرام ها داره که بسیار مشهورشان چی هستن؟ فوتوشاپ هستن. ادوب فوتوشاپ. مردم که زیاد میخوانن فوتوشاپ کدام پروگرام است؟ از این کمپانی ادوب هستن. خب این کمپانی بسیار پروگرام های موفق داره که مردم بسیار زیاد استفاده میکنن که در این جمله یکی فوتوشاپ است که مردم زیاد استفاده میکنن به خاطر فوتو ادیتینگ، عکس‌ها و چیزا رو که تغییرات میاری. در ضمن به خاطر وب دیزاینینگ هم فوتوشاپ بسیار زیاد استفاده میشه. وقتی که دیزاین وبسایت جور میکنی که مثلا هیدرش کدام رنگ باشه، ایمیجش کدام رنگ باشه، یک کل اسکچشون ما شما در کورال درو کار نمیکنیم. در کدام پروگرام ما زیاد کار میکنیم؟ در فوتوشاپ. به خاطر که راستر گرافیکس است. گرافیکس ما شما در کورال درو خواندیم که دو قسم گرافیکس بود، وکتور و راستر گرافیکس. این راستر گرافیکس است و در وبسایت راستر گرافیکس بسیار خوب کار میکنه. از خاطر ما شما به خاطر وبسایت دیزاینینگ هم از فوتوشاپ استفاده میکنیم. خوی مشهور پروگرام کمپانی ادوب هستن. دیگه پروگرامش به نام دریم ویور است که همیال ما شما استفاده میکنیم. دریم ویور اینی پروگرامش است که باز به خاطر وب دیزاینینگ استفاده میشه که ما شما که از شروع HTML تا هنوز ما شما وب دیزاینینگ هم میخوانیم نه. حالا در دریم ویور ببینین که چقدر کد بر ما شما ساده میسازه. خود سوال شاید بر ما خلق شد خیلی چرا از اول در دریم ویور کار شروع نکردیم که اینقدر آسان میکنه خیلی چرا در این کار شروع نکردیم؟ به خاطر که ما شما کلی باید تگ بشناسیم که مثلا پاراگراف چه قسم جور میشه، هیدینگ چه قسم جور میشه. اگر اصلا در این کار میکردیم شاید شما میگفتین که والا آسان از راسان نوشته کرده بود، دیگه ضرورت نیست که پاراگراف چه قسم شروع میشه چه قسم بسته میشه تیبل دیگه. به خاطر در نوتپد خواندیم که این تگا بسیار خوب آشنا شوین و یک کمی زحمت بکشین کدشون یاد بگیرید. دیگه اینجا باز براتون بسیار خوب ساده میشه. این دیگه پروگرام است. دیگه ادوب پریمیر هستن. پریمیر این باز ویدیو ادیتینگ پروگرام هستن. دائمی موویز که تغییرات میاره. مثلا یک مووی ساوندشان یگان جای کات میشه، ویدیو را کات میکنی، یگان عکس اضافه میکنی، یگان تایتل اضافه میکنی، یگان میوزیک اضافه میکنی. این خلاص که در ویدیو کدام تغییرات میاد و در کدام پروگرام میشه؟ و در ادوب پریمیر میشه. که هم از کدام کمپانی هست؟ از کمپانی ادوب هستن. که ایرا ما شما باز در جی آی تی هم فوتوشاپ هم میخوانیم، هم پریمیر هم میخوانیم و دریم ویور هم اینجا میخوانیم. فهمیدین؟ دیگه مشهور پروگرامش باز افتر افکت است. ادوب افتر افکتس. کمپانی ادوب. پروگرام نامش افتر افکتس. این هم در ویدیو کلیپس بسیار مشهور پروگرام هستند. در ضمن انیمیشن حرکات هم در جور میشه. هم ویدیو ادیتینگ در میشه و هم کلیپس بسیار جور میشه. مثلا در یگان فیلم ها اگر دیده باشه یک انفجار میشه، فایر میشه، نه؟ این چیزا رو کلیش در کجا جور میکنه؟ ایرا در ادوب افتر افکت. این انفجار خود از راستی نمیگنه یا نه؟ یا کجا جور میشه؟
افتر افکت جور میشه. یا مثلا وقتی که فایر میکنه آتش و یگان جادو و چیزا را که میکنه یک قسم انیمیشن و چیزا جور میشه. این کلش در کدام پروگرام میشه؟ ایده ادوب افتر افکت. خلاصی کمپانی که از بسیار مشهور کمپانی است با این پروگرام و فوتوشاپ و دریم ویور و پریمیر و افتر افکتس. دیگه پروگرام هم داره به نام این دیزاین و ادوب الستریترش هم بسیار مشهور پروگرام است به خاطر وکتور گرافیکس مثل که ما شما کورل را خواندیم و کارال او هم میشه. خب ما شما فعلا از کدام پروگرام استفاده میکنیم؟ دریم ویور. کی از کدام کمپانی است؟ از ادوب. ورژنشان چی هستن؟ فعلا ورژنشان سی سی هستن. این آخرترین ورژنشان امی هستن. تا هنوز دیگه ورژنشان نامده. امی فعلی سی سی هستن. پیش از اینکه بود سی اس بود. سی اس 6. پیش از سی سی چی بود؟ سی اس 6. باز 5 4 2 1 سی اس بود. بعد از سی اس 1 2 3 تا 6 رفت. بعد از 6 باز سی سی شد. و پیش از او باز ادوب 8 بود. کم اول به شماره بود. مثلا زیاد مشهورش ادوب 7 زیاد استفاده میکرد مردم. هنوزم زیاد استفاده میکنن. ورژن 7. بعد از 7 باز چی شد؟ 8 شد. بعد از او باز ورژنش سی اس شد. تنها سی اس. بعد از سی اس باز سی اس 1. باز تا چند شد؟ 6. 1 2 3 تا 6. و آل چی است؟ سی سی هستن. اینی آپدیت ورژنشان سی سی هستن. خب ما شما از این سی سی استفاده میکنیم. این دریم ویور اوپن کردیم واز شد. وقتی که واز میشه اول ویلکم سکرین می در کورل رام هم تو بود. در ویلکم سکرین اگه پیج نام میخوایی پیج چی را میخوایی؟ اگه HTML کار داشته باشی راسانی را کلیک میکنی. دیگه با ضرورت در این نیست که ما شما سیوش میکنیم .html کاتش اضافه کنیم خودش اضافه میکنه. اگه CSS فایل جور میکنی .css خودشان کاتشان اضافه میکنه. ضرورت به این نیست که ما اضافه کنیم. همین قسم از جاوا اسکریپت از مختلف از PHP و دیگه چیزا داشت. و اینی باز اوپن ریسنت هستن. اون فایلایی که آخری سرش کار کرده باشی اینجا هستن. هر یکی باز میکنی کلیک میکنی. و یا باز تمپلیتس هستن که ایرا باز پسند میخوانی. خب فعلا اگر نیو کلیک میکنی از اینجا میتونی و اگر ویلکم سکرین نباشه راسن اینجا میتونی فایل منیو رو کلیک میکنی نیو رو کلیک میکنی. باز تقریبا هم یک چیز می که وقت نیو داکومنت کار داری از چی؟ از HTML، از CSS، از PHP، از جاوا اسکریپت. خب فعلا ما شما HTML کلیک میکنیم کرییت میکنیم. مثلا اینجا برای ما صفحه جور میشه. صفحه که جور شد سعی کد خودش نوشته کردن. HTML شروع HTML ختم. باز هید شروع و هید ختم. در هید باز تایتل گرفته. تایتل شروع تایتل ختم. فقط تو چیکار میکنی؟ اینجا ادیت میکنی تایتلش نوشته میکنی که تایتل باید چی باشه. باز بادی شروع بادی ختم. فقط تو اینجا کد اضافه میکنی. مثلا ما در یک بادی یک پاراگراف میخوایم هیدینگ میخوایم. مثلا کاوس شروع اینجا خودشان چی میگه لیست میگه که چی رو میخوایم. ما میگم که چی رو میخوایم H1 میخوایم. کاوس بسته انتر میکنی. مثلا هیدینگ چی نوشته میکنیم میگم که باریا. کاوس وقت که سلش میتم دیگه خودش بسته میشه. این منظر به این نیست که من چی کنم بستش کنم. و اینجا پریویوش میگه که این چیزا تو اضافه کنی. اینجا کد نشان میده همزمان اینجا پریویو رو برات نشان میده. اینا باز ما شما چنج کردن میتونیم. اگر کد کلیک میکنیم تنها کد نشان میده. اگر اسپلیت کلیک میکنیم هر دو رو نشان میده. اینجا کد و اینجا پریویوش که اینجا کار کنیم اینجا برات معلوم شه. و این لایو مثل که در این براوزر میبینیش. یگان وقت اینجا یک چیز نشان میده ولی وقتی که در براوزر میبینی باز تغییر میباشه. از این خاطر خوب است که ما شما در براوزر هم باز چک کنیم. خب اینجا لایو است. اینجا دیزاین هم میشه که راستن دیزاین برات نشان بده و فعلا ما شما لایو کلیک میکنیم. خب اگر در براوزر میدیدی باز اینجا ما شما فایل منیو پریویو ان براوزر داریم. در کامپیوتر که هرچند براوزر اینستال باشه میتونی که ببینیش. مثلا اینترنت اکسپلورر اگر ما این فایل میخوایم در اینترنت اکسپلورر ببینم اینجا پریویو اینترنت اکسپلورر کلیک میکنیم. اگر گوگل کروم میبینید این وقتی که ما شما یک وبسایت جور میکنیم وقتی که جور کردیم یا در دوران جور کردن ما شما باید این را ببینیم که در کل براوزرها یک چیز باشه. براوزر کمپیتیبیلیتی برش میگه. یگان وقتی تو میشه که تو یک چیز جور میکنی در این براوزر یک قسم نشان میده در براوزر دیگه در این براوزر دیگه اسپیسینگ زیاد میشه یا کم میشه. یگان تغییرات خورد روزه میه. مثلا در یگان تا ببینید در اسپیس کم است در اسپیس زیاد است. از این خاطر ما شما که وبسایت جور میکنیم باید چی کار بکنیم؟ در سه براوزر
باید چک کنیم که در کلش یکشان باشه. یعنی وبسایت خوب او وبسایت است که براوزر کامپیتیبیلیتی داشته باشه در کل براوزرها یک قسم معلوم شود. فهمیدین؟ باز خوب است که اینجا ببینید. خب وقتی که کلیک میکنیم مثلا ما در اینترنت اکسپلورر رو میبینم، برای ما میگه که این فایل سیو نیست، سیوش میکنی؟ ما میگه ما سیوش میکنیم. در کجا سیو میکنیم؟ با کدام نام سیوش میکنیم؟ مثلا ما در امو بریا وبسایت سیوش میکنیم، مثلا به نام دریم ویور. اینجا سعی که اکستنشن ها خودشان هست، .htm، html، shtm، این چیزا کلشان هستن. ضرورت به من نیست که من اینجا .html یا html چیزا رو نوشته کنم. فقط دیر سیو میکنم. سیو. آن در براوزرم برام نشان داده. دوباره که تغییرات میاری، راستن اینجا تغییرات میاری. مثلا من یک پاراگراف رو اضافه میکنم. اینجا نوشته میکنم که پاراگراف، مثلا نوشته میکنم که پاراگراف. فقط سیوش میکنی، کنترل اس اینجا مینه برات نشان داد و در براوزر اگه میبینی فقط اگه براوزر رو ریفرش میکنی در براوزر هم برات نشان میده. فهمیدین تا اینجا؟ بس هم خدا.